سلام بچه‌ها، به درس امروز خوش اومدین. حتما شما هم دیدین که در زبان انگلیسی کلماتی هستن که ظاهرشون خیلی شبیه همه، اما معنیشون کاملا با هم فرق داره. reject، inject، insist، resist، listen، hear. اینا کلماتی هستن که امروز میخوایم معنیشون رو یاد بگیریم و ببینیم با هم چه فرقی دارن. بزن بریم سراغ درس امروز. بچه‌ها دقت داشته باشین، تو درس امروز هر دو تا کلمه‌ای که شبیه هم هستن رو اول معنیشون رو به طور جداگانه بررسی میکنیم و میگیم که چه تفاوتی با هم دارن. اول فعل insist. insist در زبان انگلیسی یک فعل هست به معنای اصرار کردن و پافشاری کردن. مثالش رو ببینید. Jack insisted that he was right. Jack insisted that he was right. میگه جک اصرار داشت که حق با اونه. They insisted that everyone should come to the party. They insisted that everyone should come to the party. میگه اونا اصرار میکردن که همه باید به مهمونی بیان. پس فعل insist رو یاد گرفتیم به معنای اصرار کردن و پافشاری کردن. حالا رسیدیم به کلمه دوم که ظاهرش شبیه فعل insist هستش. resist. resist. بچه‌ها به تلفظش خوب دقت کنید. resist. اینجا حرف S صدای ز میده و در تلفظ استرس روی حرف S هستش. resist. فعل resist به معنای مقاومت کردن هستش. She resisted the temptation to laugh. She resisted the temptation to laugh. میگه اون در مقابل وسوسه خندیدن مقاومت کرد که نخنده. She can never resist buying new shoes. She can never resist buying new shoes. میگه اون هرگز نمیتونه در برابر خریدن کفشای نو مقاومتی داشته باشه. پس فعل insist به معنای اصرار کردن، پافشاری کردن و فعل resist به معنای مقاومت میشه و اینطور که دیدیم علیرغم ظاهرشون که شبیه به هم هستن معنیشون کاملا با هم متفاوته. حالا میریم سراغ دوتا کلمه بعدی که شبیه به هم هستن. تو این قسمت میخوایم دو تا لغت reject و inject رو بررسی بکنیم و ببینیم چه تفاوتی با هم دارن. reject یک فعل هست در زبان انگلیسی به معنای رد کردن. reject. دقت کنید موقع تلفظ استرس روی حرف J هستش. reject. مثالش رو ببینید. She rejected her friend's offer to help. She rejected her friend's offer to help. میگه او پیشنهاد دوستش رو برای کمک کردن رد کرد. مثال دوم رو ببین. His proposal was rejected outright. His proposal was rejected outright. بچه اینجا proposal به معنای طرح و پیشنهاد هستش. میگه پیشنهاد اون، طرح اون به کلی رد شد، به طور کامل رد شد. اینجا rejected outright به معنای completely rejected هست، یعنی کاملا رد شد. پس reject به معنای رد کردن هستش. میرسیم به لغت inject. inject. دقت کنید استرس روی حرف J هستش. inject به معنای تزریق کردن. I have to inject myself with insulin. I have to inject myself with insulin. میگه من مجبورم که به خودم انسولین تزریق کنم. مثال بعدی رو ببین. His son was injected with strong drugs. His son was injected with strong drugs. میگه داروهای قوی به پسر اون تزریق شد.
strong drugs هم میتونه به معنای داروی قوی باشه، هم میتونه به معنای ماده مخدر قوی باشه. هر دوتاش میتونه معنی بده. پس فعل inject به معنای تزریق کردن هست. این دوتا فعل رو یاد گرفتیم که reject به معنای رد کردن هست و inject به معنای تزریق کردن. میریم که دوتا کلمه بعدی رو داشته باشیم. در آخر میرسیم به بررسی دو فعل hear و listen. فعل hear و listen در ظاهر هیچ شباهتی به هم ندارن، اما معنیشون خیلی به هم نزدیکه. این دو فعل از پرکاربردترین فعل‌های زبان انگلیسی در مکالمات هستند. فعل hear در زبان انگلیسی به معنای شنیدن هستش. این که صدایی از بیرون به گوش شما برسه، شما چیزی رو بشنوین. مثلا شما داخل اتاقی نشستین و پرنده‌ای بیرون از اتاق آواز میخونه و صدای اون به گوش شما میرسه، شما صدای اون پرنده رو میشنوین. مثالش رو ببینید. Did you hear the doorbell ring? Did you hear the doorbell ring? میگه صدای زنگ رو شنیدی؟ Did anyone see or hear anything last night? Did anyone see or hear anything last night? میگه آیا کسی دیشب چیزی دید، چیزی شنید؟ پس hear به معنای شنیدن میشه. میرسیم به فعل listen. listen یک فعل هست در زبان انگلیسی به معنای گوش دادن. یعنی این که شما توجه کاملتون رو بدین به یه صدا و بخواین که به اون گوش کنید. بچه تفاوت hear و listen این هستش که وقتی hear رو به کار میبریم یعنی این که شما یه صدایی رو میشنوین، یعنی این که هیچ توجهی به اون صدا نداشتین و اون صدا فقط به گوش شما رسیده. اما وقتی از فعل listen استفاده میکنیم شما با توجه کامل و با اختیار خودتون میخواین که به یک صدایی گوش کنید. I love listening to classical music. I love listening to classical music. میگه من عاشق گوش کردن به موسیقی کلاسیک هستم. He listened carefully to every word I said. He listened carefully to every word I said. میگه اون به دقت به تک تک کلماتی که من میگفتم گوش میکرد. به آخر درس امروزمون رسیدیم. امیدوارم که نکات گفته شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه مایلید تفاوت معنایی این کلمات رو یاد بگیرید روی لینک این ویدیو تو قسمت کامنت کلیک کنید. به امید دیدار.